سلام دوستان، اگه آماده هستین از امروز بریم برای درست کردن انواع ترشی خاص و مجلسی و خوشمزه با گوجه های کال. برای مورد اول گوجه ها رو این مدلی برش میزنیم. دقت کنین که از کجا برش شروع میشه. ببینین. بعد قسمت هایی که برش زدیم و نمک میزنیم و میذاریم که حدود نیم ساعت بمونه تا نمک به خورد گوجه بره. حالا با ترکیب جعفری، سیر و فلفل این قسمت ها رو پر میکنیم. بعد توی ظرف های شیشه‌ای میچینیم، روش آب جوش، نمک و شکر و سرکه اضافه میکنیم. دوستان مقدار این مواد تو کپشن دقیق نوشته شده. و برای خوش‌عطر شدن روش ساق و برگ کرفس میذاریم و تمام. عزیزان، شور و ترشی های گوجه کال بسیار خوشمزه هستش. ممنونم که لایک کنید و برای دوستانتون میفرستید. و از الان بگم که منتظر پست بعدی که این ترشی بسیار خاص هستش باشین که فوق العاده جالبه.